میخواستم دیدگاه شما رو اوید به عامل پیشگیری زوروری در جامعه امروزی تاجیکستان بفهمم. ما امروز کشود و روشن گفته میتوانیم که قانون که هست این از آن دلالت میدهد که در اویله امروزی تاجیکستان زوروری هست و برای همین هم برای تنظیم همون مناسبت ها قانون قبول شده است. یکی از سمت‌های اساسی تربیت و پست کردن و پیشگیری کردن زوروری این پیش از همه سیستم نظام معارف جمهوری تاجیکستان است، از کودکستان سر کرده تا مکاتب عالی. و دوم سمتی که ما به واسطه باید با اون دقت خاصه دهیم قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه همین مناسبت ها رو به تنظیم درآورده است و آیا اون سوبیکتانی که در دایره قانون در همین سمت باید فعالیت کنند تا کدام درجه به همون اجرایش قانون مسئولیت حس میکنند. ما داریم قانون، لیکن اکنون مکانیزم تطبیق شوی آن قانون رو چه خیلی ما باید تامین نماییم و با کدام راه و اصول واسطه با همون سوبیکتانی که در قانونگذاری نشان داده شده است برده رسانیم که انا همین مکانیزم پیشگیری زوروری بسیار مکمل باید باشد، بسیار تاثیررسان باشد و نتیجه بخش باید باشد. مثلا در نظام وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان علاقه در تطبیق همین قانون و اجرایش همین قانونی که حاضر ما بررسی داریم دستورالعمل درباره تشکیل فعالیت کارمندان مقامات کارهای داخلی در سمت پیشگیری، برطرف کنی و اعتنا نمودن به حالتهای زوروری در عائله از جانب وزیر فرمایش مخصوص تصدیق کرده شده است که اون عهدهدار می‌نماید کارمندان مقامات کارهای داخلی پیش از همه ناظران منطقوی در سمت اجرایش همین قانون یک دایره معینی عملها رو اجرا کنند. دیگر سوبیکتانی که در همین سمت باید فعالیت کنند اینها پیش از همه نمایندگی گوییم یا اینکه کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. چیزی عادی این است که مردم ما امروز از وسایل اخبار عامه استفاده برده این یا آن اطلاعات را برای خود قبول میکنند و بیاید نظر افکنیم به کودکان. وقتی که ما درباره آن نمایش هایی که نسبت کودکان آنها را تماشا میکنند میبینیم در آنها بسیارتر ظلم است، بسیارتر زوروری است، بسیارتر نشان دادن قوه خود نسبت دیگران، پست کردن دیگران است و با همین ترتیب نائل شدن به مقصد خودی که به همون هدفی که وی گذاشته است میبینیم و در تفکر کودک همین چیز سبزیده میرسه و وقتی وی کلان هم میشود و کوشش میکند که با همین ترتیب موقع خود را در جامعه نشان دهد. حالا آنکه هست راه‌های گوناگون، هست راه‌های گوناگون که ما این رو تربیت کنیم. همین خود قبول این قانون بدون شک برای تاجیکستان یک قدم خیلی جدی وابسته به پیشگیری زوروری و تا یک اندازه مطرح نمودن سیستم قانونگذاری که بر ضد این پدیده واقعا نامطلوب اجتماعی روان شده است. اما به هر صورت قانون در اون وقت میتواند که خوب عملی شود که چگونه که خود اشاره نمودید اگر اون مکانیزم های واقعا عملی شونده و مکانیزم های با ثمر عملی شونده را داشته باشد. اما اگر همین قانون یک نوع ارزیابی کنید در اون یک نوع جنبه کلیدیش سوبیکت ها هستند، یعنی که سوبیکت هایی که جهت پیشگیری زوروری در عائله از جانب همین قانون موظف شدند، یعنی که آنها عهدهدار شدند تا اینکه یک فعالیت خیلی با ثمر و قوی را جهت پیشگیری زوروری در عائله داشته باشند.